خب سلام، خوش اومدید به کانال آقای هوش. اومدیم با یه آموزش دیگه. قبل از هر چیز شاید از خودتون بپرسید که این یارو چقدر خودشیفته است، اسم خودشو گذاشته آقای هوش. بعد بگم واقعا اسمی پیدا نکردم. اون مستر اولش که مخفف محمد رضا اسم خودم، بعد گفتم آقا محمد رضا هوش مصنوعی ای شخمی میشه، چی بذاریم؟ میشه مهره مستر هوش. قشنگه دیگه، گیر ندید. بعضیاتون یه چیزایی تو دایرکت میپرسید عجیب غریب. خب ببینیم چیه. فوکوس هم اوکی. احتمالاً همتون این سبک ویدیوها رو دیدید. کدوم سبک ویدیو؟ بگو بعدن بگو این سبک ویدیو. این سبک ویدیو توکیو دریفت رو دیدید که این روزا دارن با کاراکترهای مختلف درست میکنن. مثلا من خودم با ضحاک زمان آقای خامنه‌ای و فریدون درستش کردم که بس جالبه، خفنه. مثلا یارو با بتمن درست کرده، اون یکی با سوپرمن درست کرده، هر کس یه جوری درستش کرده. و موضوع اصلی اینه که چطور توی یک فیلم کاراکتر رو عوض کنیم. حالا شما میتونید توکیو دریفت درست نکنید، یه سکانس دیگر رو تغییر بدید و خودتون رو بذارید تو اون سکانس. بیایید ببینیم چه جوریه، که خیلی آسونه. اول من بزنم این از صفحه فیلم بگیره. خب برای درست کردن شما به دو چیز نیاز دارید: یک نانو به نانوی پرو، دو کلینگ. حالا کلینگ 3 میتونه باشه، کلینگ او 1 هم میتونه باشه، او نه؟ آره. بعد از اینکه این دوتا رو تهیه کردید، حالا من از سایت هیکسفیلد استفاده میکنم، شما از هر سایتی که دلتون میخواد میتونید استفاده کنید. میاید اول از اون صحنه‌ای که میخواید، مثلا من اینجا کنم، از اون صحنه‌ای که میخواید کاراکترش رو عوض کنید یه اسکرین شات میگیرید. مثلا این صحنه‌ای که این آقا داره تو مدرسه راه میره، من یه اسکرین شات گرفتم، وارد میکنم و بعد عکس کاراکتری که میخوام جابجا بشن رو وارد میکنم، که حالا اینجا عکس ایشون رو انداختیم. بعد یه پرامپت ساده میدیم، میگیم آقا کاراکتر رو که تو عکس اوله با کاراکتری که تو عکس دومه جابجا کن، که یه همچین عکسی بهمون میده. حالا فرقی هم نداره کدومش رو انتخاب کنیم. بعدش میریم سراغ عکس بعدی. حالا مثلا این صحنه که یارو به ماشین تکیه داده، اینجا مثلا ما اینجا فریدون به ققنوس تکیه داده، اینجا هم دقیقا همون شکلیه. بذار من اینم بیارم. اینجا هم دقیقا همون صحنه‌ای که می‌خوایم و یه اسکرین شات میگیریم و بعدش یه عکس هم به عنوان رفرنس میدیم. مثلا من اینجا ماشین بتمن رو انتخاب کردم، دوباره میگیم آقا ماشینی که تو عکس اوله و با ماشینی که تو عکس دومه جابجا کن. حالا اگه می‌خواستیم کاراکترش هم عوض شه، مثلا اینجا من کاراکتر رو عوض نکردم، می‌خواستیم کاراکترم عوض شه، میگفتیم کاراکترم با اون کاراکتری که تو عکس دوم یا سوم، مثلا میتونیم کاراکتر رو جدا بدیم، پس جابجا کن. عکسا که ساخت، حالا من از چند تا سکانس مختلف گرفتم، وارد کلینگ میشیم. کوش کلینگ ادیت، کلینگ 3 و ادیت ویدیو. اینجا کلینگ او 1 یا اگر کلینگ 3 داشته باشید، کلینگ 3 اومنی خیلی بهتره. مصرف کردیتش و اینا تو سایت ها پایین تره، کیفیت خروجی هم بهتره. بعد که دست از گرفتید، حالا از هر سایتی که میگیرید همین شکلیه. من سایت ایکسفیلد بازم استفاده میکنم برای کلینگم. بالا اون ویدیویی که میخواید تو آپلود میکنید. مثلا من این صحنه داداش لودش نکن یه لحظه. این صحنه که این یارو داره میره، بذار ای بابا کوش. این صحنه که مثلا این بنده خدا تکیه داده به ماشین، این صحنه رو میخوام عوض کنم. بالا میزنم به عنوان ویدیویی که میخوام ادیت کنم. اون رفرنسی که میخواد چی میشه؟ میشه مثلا اینجا من عکس فریدون رو مثلا میخوام بدم، یا مثلا اونجا عکس ماشین بتمن بود، اینجا اون عکس رو میدیم. بعد اینکه دادیم گوش، میایم داخل پرامپت. توی پرامپت خیلی ساده میگیم آقا این یارو و ماشینشو دو هم عوض کنم. بذار پرامپتشو اینجا نوشته بودم. میگیم آقا آدم مرده که
به ماشین تکیه داده و ماشینشو که تو ویدیو اوله توی هیکس فیلد میتونی ویدیو رو تگ کنی، بگی آقا تو این ویدیو، تو کلینگ هم میشه، تو وبسایت خود کلینگ، باقی سایت ها رو اطلاع ندارم. عوض کن. با چی عوض کنه؟ با عکس که دادیم اینا. بعدش هم ستینگ آتو میذاری و اینا، خروجی کیفیت رو مشخص میکنی و یه همچین چیزی میشه. مثلا نگاه کن اینجا من گفتم فقط آدمه رو عوض کنه، ماشین رو عوض نکرد، می‌بینی ماشین مون. بعدش اینجا درستش کردم، گفتم ماشین و آدمه رو با هم عوض کن، ماشینم ببر. بعدش دیگه واقعا کاری نداره، همه رو دانلود میکنید، میرید داخل کپ کات، میندازید پشت هم، یه موزیک هم میزنید تنگش و تمام. یه چیزی من پام تو تصویر بود اون مقطعالا، پای دیگه خودتون پا ندارید مثلا؟ الله کجا بذارم؟ خب به همین راحتی ویدیو رو میسازید. حالا شما میتونید هر ویدیو دیگه ای رو هم اینطوری ادیت کنید، فرقی نداره. مثلا یه صحنه پیکی بلایندر بود دارن راه میرن، با نانو به نانو عوض میکنی، عکس خودتو میندازی، بعدش میای اون صحنه رو میندازی این بالا، عکس خودتو میندازی اون پایین، میگه آقا منو با اون یارو عوض کن، خیلی شیک تو رو میندازه بالا، اونو پاک میکنه. حالا اسم طرفم نمیدونم، اصلا ندیدم. پرامپتا رو توی کپشن میذارم، استفاده کنید. آدرس سایت ایکس فیلدم میذارم، تموم شد دیگه، چیزی دیگه نیست. حس میکنم بد خداحافظی کردم. من تازه دارم ویدیو میگیرم، حق بدید، یکم سخته. خدا نگهدارتون.